بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. تاریخ 10 سرطان. امروز آمدیم افتتاح کلپ جناب خواجه صاحب صدیق. البته جا داره تشکری کنیم از جناب رئیس آیت الله رحمانی، رئیس فدراسیون پهلوانی ما، و جناب محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون، معاون صاحب جاوید، حاجی صاحب زیا و استاد عبدالله وزیری عامر زون شمال، استاد اکرام رحیمی مربی تیم ملی و جمع استادا، حاجی صاحب عزیز، استاد شکرالله و جمع استادا، حاجی صاحب باری هم یکی از حیارای ما هیچ قدیم است، و حاجی صاحب بلال و بیژن جان دیگه، غریبیار صاحب عزیز، اسیر جان، فهیم جان، همگی جا داره تشکری کنیم از رئیس صاحب که واقعیت یک مرد حیار است، همیشه در خدمت جوان است و فکر کو که در هر مراسمی که به خاطر خیر ورزش باشه در اونجا اشتراک میکنه. البته پیام رئیس صاحب اینمی است که تاریخ 17 فقط مسابقه گرفته میشه و بس دیگه هیچ گفتنی نداره. رئیس چیزی برای نسل جوان خاص نداریم، ان شاء الله آمادگی خاص داشته باشیم بچه‌ها. بخیر باشی رئیس دیگه. البته جای دیگه جوانا خالی. ان شاء الله برنامه بعدی با جمع فدراسیون یک کلپ افتتاح میکنیم. امروز البته 35 تا استاد بود، باقی استادا نیست، گله نکنن. ان شاء الله برنامه بعدی دیگه استادان قسم می باشن. و یک تشکری هم از جناب خواجه صاحب که البته این برنامه را میبینه، این جوان کلش جور کرده بود و یک